رضا سوادکوفی، رضا ماکسیم، رضا میرپنج، سردار سپه، رضا خان، رضا شاه و اعلیحضرت همایونی. تمام این القاب برای یک نفر، کسی که از فقر به شاهی رسید. ماجرای فقر، پادشاهی، قدرت و نهایتاً افول و سقوط. کسی که قوانین بازی رو شکست و خودش صحنه رو در دست گرفت و البته تاوانش رو هم داد. – 24 اسفند 1256 آلاشت مازندران. پدرش یاور عباسعلی داداشبیک سوادکوفی و مادرش نوشافرین آیدیلو، دختری از تهران. البته با اصلیت قفقازی، چون از قفقاز به تهران مهاجرت کرده بود. رضا 7 یا 8 ماهه بوده که پدرش رو از دست میده. مادرش رضا رو برمی‌داره و به سمت تهران حرکت میکنه تا بیاد پیش برادراش در سنگلج ساکن بشه. ولی در مسیر از شدت مریضی و سرما به دید مادرش و اطرافیان از دنیا میره. بچه رو در کنار اسب‌ها و قاطرها قرار میدن تا صبح یه گوشه جایی پیدا کنن و اون رو به خاک بسپارن. اما صبح میبینن که رضا زنده است و گرمای بدن اسب‌ها و قاطرها به اون جون دوباره داده. به هر سختی شده بود به تهران میرسن و به سنگلج میرن. رضا تقریباً 8 ساله بود که مادرش رو هم از دست میده و پیش داییش که خیاط غذاخونه بوده بزرگ میشه. رضا تو 13 سالگی جذب نیروهای سوادکوه میشه. بعد از اینکه ناصرالدین شاه کشته میشه، برای برقراری امنیت به تهران میاد تا از سفارتخونه‌ها و مناطق مهم تهران حفاظت کنه. رضا میشه نگهبان سفارت هلند. بعد از اون هم میشه سرگروهبان محافظین بانک استقراضی در مشهد. یواش یواش مسئولیت‌ها و کارهای مهمتر رو به رضا میدن و این باعث تجربه دار شدن رضا میشه. در طول جنگ جهانی اول رضا تجربه‌های زیادی کسب میکنه و میشه رضا ماکسیم، متخصص مسلسل ماکسیم که کمتر کسی تو ایران بلد بود با اون کار میکنه. رضا هیچ وقت نتونست تحصیل بکنه و فقط در حد خوندن و نوشتن یاد گرفته بود. اما به چند زبون بلد بود صحبت بکنه. با هم محلیاش به زبون آلاشتی صحبت میکرد. با مردم عادی به زبون فارسی معیار. با افسران روسی محاوره‌ای و با زیردستانش به زبان ترکی صحبت. در سال 1297 میشه فرمانده تیپ همدان و همین زمانها هستش که با آیرونساید روبرو میشه. ماجرای آشنایی و روبرو شدنش با آیرونساید و سید ضیا رو توی پادکست دیگه براتون گذاشتم، میتونید اون رو ملاحظه کنید. اما اگه بخواید به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم، رضا خان با سید ضیا و کمیته آهن آشنا میشه و بر ضد دولت وقت کودتا میکنه. بعد سید ضیا میشه نخست وزیر، رضا میشه رضا سردار سپه و مسعود خان کیهان هم میشه وزیر جنگ. اما طول نمیکشه که رضا خان یا رضا سردار سپه قصد وزارت جنگ میکنه و صاحب اون منصب میشه. بعد از اختلافاتی هم که بین سید ضیا و رضا سردار سپه پیش میاد، رضا خان قصد و هوس نخست وزیر میکنه. دولت سید ضیا زمین میخوره، چون قبل از شب کودتا به هم قول داده بودن که خون هم رو نریزن و به درخواست انگلیس‌ها رضا خان با سید ضیا برخورد خشنی نکرد، فقط اون رو به خارج از ایران تبعید کرد. بعد قاقم السلطنه از زندان آزاد و نخست وزیر شد. محمد مصدق هم شد وزیر مالیه. خود رضا خان هم در منصب وزارت جنگ باقی موند. هنوز تجربه کافی رو برای نخست وزیری نداشت. اما دولت قوام خیلی قوام نداشت و زود زمین خورد. بعد از اون حسن مصطفی و حسن پیرنیا هم نتونستن خیلی دووم بیارن و جمعاً 1 سال هم نخست وزیر نبود. بعد از اون رضا خان خودش منصب نخست وزیری رو به دست گرفت. مردم از اینکه رضا خان شده بود نخست وزیر خیلی خوشحال بودن. اون شخصیت باوقار و مقتدر و کاریزماتیکی داشت. مردم از خوشحالی به خیابون‌ها ریختن و شعار میدادن اوضاع وطن چه بی‌نظیر شد، سردار سپه نخست وزیر شد. اما اشراف قاجار نمیتونستن این قضیه رو تحمل کنن که غیر از خودشون کسی نخست وزیر باشه. برای همین به پیش احمد شاه میرن و نامه عزل نخست وزیر رضا خان رو میگیرن. رضا خان که متوجه میشه به حالت قهر منصبش رو رها میکنه و به ویلایی که در دماوند داشت میره. اما قبل از اون انقدر جای پاشو صفر کرده بود که خیالش راحت بود، چون تمام نیروهای مسلح کشور گوش به فرمان رضا خان بودن. حالا اون هم نخست وزیر بود، هم وزیر جنگ و هم سردار سپه. بعد از مدتی سران قاجار متوجه میشن که کار اشتباهی کردن و با سلام و صلوات رضا خان رو به سر جاش برمیگردن. تو این مدت رضا خان فکر کرده بود که چرا دولت‌ها نمیتونن دوام بیارن. اومده بود و ترکیه رو بررسی کرده بود. دیده بود شخصی به نام آتاتورک و با نظام جمهوری داره مشکلات رو راحت‌تر حل میکنه و پیش میره. پس گفت ما هم قصد جمهوریت داریم. رضا خان برای اینکه بتونه جمهوریت رو جا بندازه به نیروهای تحت امرش گفته بود به خیابون‌ها بریزن و با راهپیمایی درخواست جمهوریت بکنن.
اما مخالفین جمهوریت نه درباری‌ها بودن و نه اشراف، بلکه بیشتر مخالفین رو روحانیون تشکیل میدادن. بله درست شنیدید، روحانیون با جمهوریت مشکل داشتن. چرا که از روحانیون نجف شنیده بودن که بعد از اینکه جمهوریت آتاتورک راه افتاد چه بلایی سر اونها اومد. و وقتی می‌اومدن جمهوریت رو در روسیه بررسی می‌کردن می‌دیدن که روحانیون مسیحی چقدر دستشون از قدرت کوتاه شده. به همین دلیل همونطور که در بخش رضاشاه براتون عرض کردم، با رضاخان صحبت می‌کنن و میگن ما با شاه شدن تو مشکلی نداریم، به شرطی که دیکتاتوری نشه. قبل از اینکه رضاخان درخواست جمهوریت بده و در زمان سید ضیا، این دو خیلی برای مردم عزیز بودن و شاعرها در وصف اونها شعر میگفتن و مردم ازشون خیلی راضی بودن. اما بعد از درخواست جمهوریت و با فشار روحانیون، شاعرها هم مخالفت با رضاشاه رو پیش گرفته بودن. مثلا میرزاده عشقی قبل از اون در رابطه با رضاخان خیلی شعر میگفت، اما بعد از پیشنهاد جمهوریت به مخالفت با رضاخان در روزنامه شعر چاپ میکرد. رضاخان هم که زیاد انتقاد پذیر نبود و مخالفینش رو حذف میکرد، تصمیم میگیره میرزاده عشقی رو حذف کنه. پس یک شب که میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار با هم قرار داشتن، قرار بر این میشه که به اونجا حمله کنن و هر جفتشون رو از میون بردارن. اما قبل از اینکه نیروهای ترور به اونجا برسن، ملک الشعرای بهار مکان رو ترک میکنه و اون شب از مرگ قصر در میره. اما میرزاده عشقی ترور میشه. رضاخان قصد شاه شدن نداشت، اما با پیشنهاد روحانیون این فکر به سرش میفته. انگلیس‌ها از شاه شدن رضاخان حمایت میکنن، اما روس‌ها اول با اون مخالفت میکنن و طرف احمد شاه رو میگیرن. اما بعد که میبینن رضاخان فکرایی تو سرش داره که ضد ارباب و رعیتیه، به سمت اون سوق پیدا میکنن و از اون حمایت میکنن. هر مملکتی رژیمی داره و رژیم ایران هم یک نفر است. تو ایران فقط برای یک شاهجاه هست و اون هم منم. این صحبت‌های رضاخان بود که بعد از این نطق رضا شاه شد. احمد شاه با نخست وزیر شدن رضاخان مشکلی نداشت، اما گفته بود فقط به شرطی رضاخان بشه نخست وزیر که اجازه بده من از کشور خارج بشم. رضاخان اولویتش انجام کارها و فکرهایی بود که تو سرش بود. حالا چه در قالب جمهوریت که نظر خودش بود، چه در قالب سلطنت که نظر روحانیون بود. رضاخان که با پول انگلیس‌ها یک روزی کودتا کرد و الان هم با حمایت انگلیس‌ها شاه شده بود، در اولین اقدامش دستور میده تمام کارمندان و عوامل انگلیس، اعم از سفارت یا هر جای ایران، اجازه حمل اسلحه رو ندارن. بعد از اون هم تمام نیروهای هندی تحت فرمان انگلیس رو از ایران اخراج میکنه. بعد از اون هم با شیخ خزعل که خوزستان رو در دست داشت و از عوامل انگلیس بود سرشاخ شد. اون رو به زندان انداخت و بعد از اون هم در زندان کشته شد. که اگر این کار رو نمی‌کرد شاید الان ما خوزستان رو دیگه نداشتیم. در سال 1939 که انگلستان درگیر جنگ بود، به مشکلات مالی میخوره. از رضاخان درخواست میکنه که ما پول نفت رو 1 سال دیرتر به شما بده. اما رضا شاه میگه مشکل خودتونه، به ما ربطی نداره. پول رد کن بیاد. تمام این عوامل میشن ریشه‌های اتفاقاتی که بعدها برای رضاخان میفته. چون خیلی‌ها معتقد بودن رضا شاه رو انگلیس‌ها بودن که از سلطنت خلع کردن. روزی که رضا شاه بعد از اومدن متفقین از سلطنت خلع شد و کنار رفت، یکی از منفورترین مردان ایران بود. این کسی بود که در اوج محبوبیت شاه شد. بعد از سالها آبادی و آبادانی و کارهای خوب و بد، روزی که داشت از ایران میرفت، مردم خوشحال بودن. خدمات و کارهای خوب و بد رضاخان رو به تفصیل براتون در یک پادکست دیگه گفتم. میتونید اونجا ملاحظه کنید. انگلیس‌ها از رضا شاه متنفر بودن و البته از اون خیلی میترسیدن. این ترس تا حدی بود که زمانی که رضاخان خلع شد، چرچیل تلگراف زد که مراقب رضاخان باشید. اون میتونه هر لحظه دوباره نیروهاشو جمع بکنه و کودتا بکنه. کودتا یه اسم داره، اما 1000 تا امضا پشتشه. شاید راز ماجرا همین باشه. آیا رضاخان یک مهره بود تا انگلیس‌ها به مقاصدشون برسن؟ یا اون به صورت خیلی مردمی به قدرت رسید؟ لطفاً نظرتون رو در این رابطه برام بگید. خیلی ممنون که تا اینجای ماجرا رو ملاحظه کردید. امیدوارم که در روایت خیانت نکرده باشم. دوستتون دارم که خوب و درجه یکید. لطفاً سابسکرایب کنید تا باز هم بتونم ویدیومو در اختیار شما بگذارم.